خب بحث و گفتگویمون در رابطه با امکان یا استحاله اجتهاد تجزی بود. عرض کردیم که در مسئله 3 قول وجود داشت. قول اول قول به استحاله بود، فرمودن که اصلا اجتهاد یک نوع بیشتر نداریم، اجتهاد مطلقه، اجتهاد تجزی معنا نداره. قول دوم قول به افراطه، فرمود نه تنها اجتهاد به تجزی امکان دارد بلکه واجبم هست. ولی قول سوم قول به اعتداله، فرمود نه استحاله نه وجوب بلکه جواز و امکانه، یعنی اجتهاد به تجزی امر ممکنی هست. ما بحثمون روی ادله قائلین به استحاله بود. دلیل اولشون رو بیان کرد و پاسخشون رو هم دادیم. رسیدیم به دلیل دوم. خلاصه دلیل دوم، چون دلیل دوم رو هم جلسه گذشته ما بیان کردیم، خلاصه دلیل دوم این است که آقا جان اجتهاد در هر مسئله متوقف است بر نگاه به همه ادله. بله، اجتهاد در هر مسئله متوقف است بر نگاه بر همه ادله. خب وقتی شما تو هر مسئله‌ای میخواید نگاه به همه ادله بکنید، پس مجتهد متجزی از همون ابتدا چیه؟ مجتهد مطلقه، چون فقط میخواد اشراف بر همه ادله پیدا بکند. پس دیگر اجتهاد به تجزی معنا ندارد. پس اگر میخوایم صغرا و کبرا درست بکنیم این است که اجتهاد در هر مسئله متوقف است بر نگاه به همه ادله. صغرا نگاه بر همه ادله در هر مسئله اجتهاد مطلق است. بله، پس چنین نگاهی به مسئله نگاه چیه؟ اجتهاد اطلاقیه، اجتهاد تجزی معنا نداره. به بار دیگه میگه مجتهد متجزی همون اول مجتهد مطلقه، چون باید اشراف داشته باشد در همه ادله. اجتهاد باید اشراف داشته باشد بر همه ادله. این دلیل رو جلسه گذشته عرض کرد. اما جواب این دلیل ابتدا یادداشت بفرمایید تا من توضیح کامل بدم. اولا این که گفتید اجتهاد در هر مسئله‌ای متوقف است به این که فقیه نظر به جمیع ادله داشته باشد، این خلاف واقع و وجدان است. این خلاف واقع و وجدان است. اراد کنید چند لحظه ذهنتون به من بسپارید که این حرف آیه مستدل حرف بی ربطیه. میگه شما تو هر مسئله ای که میخواید اظهار نظر بکنید، اجتهاد بکنید، باید همه ادله اون مسئله رو بفرمایید، بدانید. ما میگیم خلاف چیه؟ وجدان و واقع است. دقت کنید، گاهی اوقات یک مسئله به گونه‌ای است که نیاز است انسان همه ادله مربوط به اون مسئله رو بداند و ببیند.
چون میبینه تمام ادله اربعه نسبت به این مسئله چی دارد؟ نظر دارد. اما گاهی اوقات نه، شما یک مسئله است که اصلا عقل در او امکان اظهار نظر ندارد، ولی عقل اصلا اظهار نظر نمیتونه بکنه. این مثال یادداشت بکنی بعدا به درتون بخوره. مثلا آیا در صلات فجر و مغربین جهر به قرائت لازم است یا خیر؟ و اخفات به قرائت در نماز ظهرین لازم است یا خیر؟ خب علیه مسئله است دیگه. بله، آیا در نماز صبح قرائت باید جهرن باشد یا اخفاتن باشد؟ در نماز مغرب و عشا چطور؟ قرائت جهرن باشد یا اخفاتن؟ شما الان تو این مسئله میخواد اظهار نظر بکنید و استنباط بکنید به عنوان فقیه، آیا باید جمیع ادله رو ببینی؟ بله؟ نه، اینجا الان فقط پای چیه؟ سنته. یعنی باید به روایات آدم مراجعه بکنه، ببینی روایات در رابطه با جهر و اخفات چه میگن. درست شد؟ خب وقتی به سنت میخواید مراجعه بکنید، شما باید بر اون علوم مربوط به سنت مسلط باشید، بر اون علوم مربوط به سنت. علوم مربوط به سنت چیه؟ یکی رجاله. یعنی وقتی شما به یه روایت میرسید، ببین سند روایت درست یا درست نیست. بعد میرسید به مسئله درایت الحدیث. دقت کردید؟ فقه الحدیث. این علوم مربوط به سنت رو بله شما یه فقیه باید مسلط بوده باشید. اما آیا در این مسئله جهر و اخفات عقل اظهار نظر دارد؟ حق اظهار نظر دارد یا ندارد؟ بله؟ چون یه امر تعبدیه، کجا جهرن باشد کجا اخفاتن باشه. پس مباحث مربوط به عقل ولو فقیه نسبت به او در این مسئله به خصوص اجتهاد نداشته باشه، ضرری به اجتهادش نمیرسونه. چون اونی که در بحث جهر و اخفات نقش دارد، بله، علوم مربوط به سنت است. اما علوم مربوط به ادله دیگر، بله، مثل عقل اصلا اینجا ربطی ندارد. پس اینی که شما مستدل میفرماید این که در هر مسئله اجتهاد متوقف است بر این که نگاه بکند فقیه به همه ادله، هذا اول کلام. کی گفته این مسئله رو؟ اصلا بعضی مباحث اصلا ربطی به برخی ادله ندارد. بعد میگیم شما یه فقیه چون نسبت به اون ادله آگاهی ندارید، حق اظهار نظر تو مسئله جهر و اخفات ندارید. میگیم حالا اگر من نسبت به اون مبادی اون ادله اطلاع می داشتم، اون دلیل چه نقشی در مسئله ما حنفی داشت؟ بله؟ پس بنابراین فقیه باید نسبت به علوم اون ادله‌ای که نقش در مسئله دارد، نسبت به اون علوم مقدماتی، بله، مجتهد بوده باشد. مطلب میشه نه؟ این اولا. ثانیاً یادداشت بفرمایید. سلمنا که در هر مسئله‌ای نظر به جمیع ادله
در استنباط حکم مسئله لازم باشد میگوییم نظر به ادله یک حکم غیر از اجتهاد در تمام ادله است. غیر از اجتهاد در تمام ادله است. عنایت کنید. از این که ما بگیم که مجتهد باید نسبت به تمام علوم چی باید داشته باشه؟ آگاهی داشته باشد. این یه مسئله است. اما آیا کدام دلیل نسبت به این مسئله تناسب دارد؟ مسئله چیه؟ بفرمایید. دیگر است. بله، ما انشاءالله میخوایم علوم مقدماتی برای اجتهاد. میگیم مجتهد نسبت تمام این علوم مقدماتی رو باید آگاهی داشته باشد. اما آیا همه ادله هم لازم است نسبت به یک مسئله مورد نظر باشه؟ ولو هیچ ارتباطی هم نداشته باشه؟ نه، این مسئله هیچ ربطی به هم ندارد. فرق این دو تا جواب چیه؟ در جواب اول گفتیم که اصلا دلیلی که ربط به مسئله ندارد، اصلا اجتهاد در علوم مقدماتی اون دلیل لازم نیست. در جواب دوم میخوام بگیم سلمنا که اطلاع از همه علوم مقدماتی ادله چیه؟ لازم است. اما آیا تمام اون ادله را نسبت به یک مسئله باید ببیند ولو ارتباط نداشته باشد؟ نه، لازم نمی باشد. پس بنابراین این دلیل دوم هم قائلین به استحاله فرمودن به نظر می رسد که کافی نباشد. الدلیل الثالث، الدلیل الثالث، دلیل سومی که برخی ها ادعا کردند مسئله اجماعست. برخی مدعی شدند که ما اجماع داریم بر این که اجتهاد به نحو اجتهاد مطلق یا عدم الاجتهاد است. اصلا چیزی به نام اجتهاد تجزی بفرمایید نداره. این دلیل همانند دو دلیل قبلی مبتلا به اشکال است. اولا با وجود مخالفین قائل به وجوب اجتهاد تجزی یا امکان اجتهاد تجزی، ادعای اجماع معنا ندارد. شما تو اصول خود دیگه اجماع یعنی چی؟ اتفاق الکل. بله؟ و ما هم اول گفتیم در مسئله چند قول وجود داره؟ 3 قول وجود داره. با وجود مخالف دیگه ادعای اجماع معنا نداره. بله، مثل من به خدا گفت دیر شب 100 نفر دوز ریختن خونه فلانی. 100 نفر این خونه کوچیک 100 نفر دوز؟ حالا 100 نفر نبود 50 تا بودن. گفت باز 50 تا هم خیلیه. گفت اگه 50 تا نبود 20 تا بودن. 20 تا هم خیلیه. گفت 20 تا نبود 10 تا بودن. گفت 10 تا گفت 3 تا که بودن. گفت بازم نمیشه. گفت یکی چی؟ بعد گفت
اگه یکی اینا یه سر و صدایی بود دقت کردید؟ از 100 تا دوز ریختن خونه آخرش به یک سر و صدا. دقت کردید؟ گاهی اوقات میگن ادعای اجماع میکنن، اجماع داریم که یا اجتهاد به نحو مطلق است یا اجتهادی وجود نداره. بعد میگیم اجماع، بله اجماع، خب با وجود مخالف که دیگه اصلا خدمت اجماع محقق نمیشه. این اولا با وجود مخالف اجماع سلمنا. ثانیا جواب دوم، سلمنا که در مسئله مخالفی وجود نداشته باشه. یعنی از اشکال اول ما چه کنیم؟ صرف نظر بکنیم. اشکال آن است که اجماع یا محصل است یا منقول. بله؟ اجماع یا محصل است یا اجماع محصل حجت هست ولکن لا یوجد. خب این آقایی که مدعی چیه؟ اجماع است، یعنی واقعا از زمان شیخ مفید بررسی کرد تا زمان خودش چنین چیزی امکان نداره. چرا؟ لعل مخالفی بوده نظرش به شما نرسیده. پس اجماع محصل ارزش دارد ولی در خارج وجود ندارد. اجماع منقول ممکن ولکن حجت نیست. پس اینم دو جواب برای دلیل سوم. کسانی که قائلن مسئله اجماعیه، اولا میگیم که اجماعی در مسئله وجود ندارد. ثانیا بر فرضم که وجود داشته باشد این اجماع منقوله و اجماع منقول در اصول گفتیم حجت نمی باشد. اینم خدمتتون عرض کنم که دلیل سوم. دلیل چهارم این مقداری دقت میخواد. دلیل چهارم قائلین به استحاله اجتهاد تجزی روایات می باشد. که این روایات ظهور در اجتهاد مطلق دارد و از اجتهاد تجزی منصرف است. بله؟ اینو که شما قبول دارید تو اصول که یکی از ظنون خاصه چیه؟ ظهور دیگه. بله؟ خب به عنوان مثال در روایت داریم من عرف حلالنا و حرامنا. من عرف حلالنا و این ظهور دارد که شخص آگاهی به همه حلال ها و همه حرام ها داشته باشد. این عبارتون اخرای مجتهد کیه؟ بفرمایید. مطلقه. من عرف حلالنا و حرامنا. درست شد؟ پس روایات ظهور در اجتهاد مطلق دارد، از اجتهاد تجزی انصراف دارد. بشه شد؟ چی جواب میدیم؟ دلیل هم خوبه دیگه، ظهور داره، ظهور هم جز ظنون خاصه هست دیگه. پس روایات میگن ما اجتهاد فقط یه قسم داریم، اجتهاد مطلق، اجتهاد متجزی نداریم. پس شمایی که قائلید که علاوه بر اجتهاد مطلق اجتهاد
متجزی هم داریم باید دلیل اقامه کنید. دلیل به نفع ماست که منکر اجتهاد متجزی هستیم. درست شده؟ خب جواب بدید. حلالنا و حرامنا دیگه میگه ظهور دارد. من عرف بله حلالنا و حرامنا میگه این ظهور دارد. بله ظهور دارد در اجتهاد مطلق. جواب اشکال منشأ ظهور دو چیز میتواند باشد. یک، غلبه استعمال، کثرت استعمال. دو، غلبه وجود، غلبه وجود. درست شده؟ پس یک لفظی اگر ظهور در یک مصداق پیدا می کند یا به خاطر کثرت چیه؟ استعماله، یا به خاطر غلبة الوجوده، یعنی چون مصداق خارجی یک فرد زیاده تا این لفظ را میگیم این لفظ ظهور پیدا میکند در این افراد کثیره. درست شد؟ ادامه بفرمایید. هرگاه منشأ ظهور کثرت استعمال باشد این ظهور حجت است. ولی اگر منشأ ظهور غلبه وجود باشد این ظهور حجت بفرمایید نمی باشد. حالا اینجا کدوم آیه سید منظور؟ اینجا کدومه؟ کثرت استعمال یا غلبه وجوده؟ غلبه وجوده. چون شما الان تو جامعه بگردید مجتهد مطلق فراوانه. مجتهد متجزی چیه؟ حالا یادداشت کنید. ما نحن فی منشأ ظهور و انصراف غلبه وجود است نه کثرت استعمال. و هرگاه منشأ انصراف و ظهور کثرت الوجود باشد حجت نیست. چون اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. بله مجتهد مطلق مجتهد است یا نیست؟ بله دیگه مجتهد مطلق چیه؟ مجتهد است. آیا مفهومش این است که مجتهد متجزی مجتهد نیست؟ بله میگیم اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. بله میگیم این 50 نفر رو که اینجا میبینید اینا مجتهد مطلقن. دلیل نمیست 3 نفری که اینجا هستن در بعضی از ابواب فقه اجتهاد دارن بگیم انهم لیسوا به مجتهدین، نه اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنن. بناء علی هذا این دلیل چهارم هم دلیلی نیست که بتواند اثبات بفرمایید مدعا بفرمایید. هذا تمام الکلام در رابطه با قول بفرمایید اول. یعنی
کسانی که قائل بودن که اجتهاد تجزی امر محالی می باشد. اما در مقابل قول دومی وجود دارد که قائلاً اجتهاد تجزی نه تنها ممکن است بلکه واجب هم هست. این قول هم در شیعه قائل دارد، مثل مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه و من تبعیشون، و هم در میان اهل سنت قائل دارد. ان شاء الله فردا ادله قائلین به وجوب اجتهاد تجزی و نقد آن بیان خواهد شد. بله، چون ما نظرمون اینه که نه، اجتهاد تجزی امر جایزه اما واجب نیست. حالا بعضی ها این ضرورت هایی که امروز در جامعه پدیدار شده، بله، کثرت نیازها، میگه امر ما رو ارشاد میکنه که باید تخصصی باشه. بله، اجتهاد باید اجتهاد چی باشه؟ متجزی باشد. چرا؟ چون نیاز فراوان، یک نفر بخواد تو همه این نیازها صاحب نظر باشد خیلی دشواره. لذا باید افرادی باشن گماشته بشن در حوزه، برن در حوزه های تخصصی اظهار نظر بکنن به حسب ضرورت نیاز. میگن اجتهاد تجزی واجبا باید باشه. حالا ادله اینها رو ما ملاحظه بکنیم، ببینیم آیا نظر به سمت وجوب اجتهاد تجزی میره یا نه در همون نقطه اعتدال انشاءالله آدم قرار بگیره، بگیم الاجتهاد علی قسمین مطلقا و متجزی. بعد از اینکه انشاءالله این امکان و عدم امکان رو تمام کردیم، وارد یه فاز جدیدی بسیار بسیار مهم میشیم. یعنی 2 سوال مهم باید پاسخ بدیم که آیا تقلید بر مجتهد متجزی حلال است یا حرامه؟ این مجتهد مطلق میگیم تقلید برش چی؟ حرامه. آیا مجتهد متجزی هم تقلید برش حرامه یا تا زمانی که فتوا نداده میتواند از دیگران تقلید بکنه؟ خب اینو باید یه جوری حلش بکنیم. از او بالاتر تقلید از مجتهد متجزی چطور؟ بله، همانطوری که عوام واجب است مسائل شرعی را از مجتهد مطلق بیاموزه، آیا میتواند در مسائل تخصصی از مجتهد متجزی تقلید کند یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا مجتهد متجزی همانند مجتهد مطلق میتواند مرجع باشد یا نمیتواند؟ فقط تفاوت این دوتا در توسعه و زیغه. مجتهد مطلق عوام الناس در همه ابواب فقه از او تقلید میکنن، اما مجتهد متجزی فقط در همون بابی که تخصص دارد ازش تقلید بکنن. هل یجوز التقلید ام لا؟ این بحث مهمه. لا به چه دلیل؟ یجوز به چه دلیل؟ اینا جزء مسائلی است که الان به روزه. دقت فرمودید؟ اینا چیه؟ به روزه.
من دیشب داشتم مطالعه میکردم، بعضی ها مثلا آمدن مجتهد متجزی را مقایسه میکردن به پزشک متخصص. دقت کردید؟ که ما دو جور پزشک داریم، پزشک عمومی، پزشک متخصص. همانطوری که عقل میگوید به پزشک متخصص آدم باید میتونه مراجعه بکنه، پس به مجتهد متجزی هم بنده اینجا به ذهن برسه قیاس مل فارغه. چرا؟ چون مجتهد پزشک متخصص اول دوره عمومی رو طی میکنه، بعد میره دوره تخصصی رو میخونه. دقت کردید؟ پس هر پزشک متخصصی پزشک عمومی هم هست. مثل اینکه پزشک عمومی میتونه آمپول بزنه، به متخصص میگه تو آمپول زدن بلدی؟ دقت کنید، میگه مرد اصلا من اصلا دوره عمومی رو طی کردم، همینا که اینا بلدن، من حالا یه چیز اضافه دارم. دقت کردید؟ به خلاف مجتهد متجزی و متخصص، مجتهد مطلق در تمام ابواب فقه اظهار نظر میکنه، اما مجتهد متجزی قدرت اظهار نظر تو همه ابواب رو نداره. لذا قیاس مجتهد متجزی به پزشک متخصص قیاس معل فارغ می باشد. دقت فرمودید؟ این دوتا رو با هم مقایسه نکنیم. پس کسانی که قائلن که مجتهد متجزئی جواز تقلید ازش هست، باید دلیل اقامه بکنن. بی ادلهشون چیه؟ آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ انشاءالله برای فردا انشاءالله. بله نه، من دیروز فکر کردیم که خب ما فردا صبح میخوام بریم مسافرت، اما مسافرت ما چه دلیل دارد که ما درس رو تعطیل کنیم؟ این فضای الان هم مجازی هست دیگه، همین فضای مجازی رو ما فردا مسافرتی هم که هستیم همونجا ایجاد میکنیم، چون ما هفته 2 روز توفیق داریم. هرچند ما در این سفر جلسات متعدد داریم، سرمون شلوغه، اما زحمت این درس برای ما خیلی لذت بخشه. حیفه که درس رو فردا تعطیل بکنیم. فردا انشالله همون رأس ساعت 4 در خدمت دوستان خواهیم بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.